این فرهنگ یکی از ساحه‌های خیلی مهمی سیاست دولتی ما است و این ساحه سالهای استقلالیت باز هم رشد نمود، باز هم مثلا در همه سمت‌های خویش به دستاوردها نائل گشت. منظورم این است که در طول 30 سال استقلال دولتی ما یک قطار قصرهای فرهنگ را با اشتراک بی‌واسطه سروری دولت همان اساس رسول وحدت ملی محترم امام علی رحمان به مردم پیشکش کردیم برای خدمت رسانی فرهنگی. در برابر این خودی در مرکز ولایت خیاطلان مثلا با استفاده دادن خودی آثارخانه ولایتی، کتابخانه ولایتی، تئاتر بینای نوی تئاتر ولایتی گواهی همین سخنهای من است فقط در مرکز ولایت خیاطلان. این چنین حاضر ما در یک قصر بسیار زیبایی که در آرزویش بودن اهل هنری نه تنها شهر باختر اهل هنری ولایت قصر کاخ فرهنگی شهر باختر رو پیشکش مردم کردیم. در طول 30 سال اینقدر مؤسسه ها، کارخانه ها، اینقدر متخصصان جلب شدند. در چندین متخصصان ما بیرون از کشور رفته تحصیل کرده اومده کار و فعالیتشان رو ادامه میدن. مفهوم استقلالیت پیش از همه این پیشروی همون ملت است، دستاوردی ملت است، تینجو و سایشتگی ملت است که میتواند به شرافت استقلالیت به دست آوردنش تاریخ و فرهنگ خویش را و جهانیان معرفی نماید. یعنی که او آزاد است در خود معرفی، در بیان کردن او، در گفتن موقع خود و باز یک بار دیگر استقلالیت این ارجگذاری است به تاریخ و تمدن 1000 ساله خویش. استقلالیت این معرفی نه تنها فرهنگ، معارف و علم است به تمام جهانیان. استقلالیت این باز یک قدم به دستاوردها است. استقلالیت پیش از همه این فرهنگ والای ما است که ما ملتی با فرهنگ و ملت دانشمند و ملت کتاب دوست هستیم. 30 سال استقلالیت، جوانی 30 ساله، جوان علاقه برکمال است، جوانی که علاقه مقصد مرام خودش را میداند، جوانی است که علاقه آب و تاب یافته است در پستی و بلندی های زندگی است. من همون جوان 30 ساله که علاقه او نیت دارد، علاقه او مقصد دارد، او حرف گفتنی دارد. این است 30 سال استقلالیت، 30 سالگی کشور ما. علاقه آب و تاب یافته است و مثل پولاد. من به تمام هموطنان عزیزم رو با 30 سال استقلالیت، 30 سال دستاوردها، 30 سال امتحانها، 30 سال آب و تاب یافتگی ها تبریک میگویم و شرافت استقلالیتش که ما در هر یک عائله خویش نقشه ها میبندیم، فرزندانمان رو به مکتب راهنمایی میکنیم. ما شرافت استقلالیت است که در زندگیمون حیات تنج آسایشته داریم و برای عملی کردن همه نقشه های چی عائلوی، چی جمعیتی، چی سیاسی همون کمر میبندیم و با دلی پر میگیم که یک کشور آسوده داریم، تنج داریم و به همه این ما باید شکرگزاری کنیم و شکر که در سروری ما یک شخص بسیار فرهنگ دوست و ملت دوست را داریم که به ما راهنما است و همه ما در گرد سرورمان جمع اومده همه شمایان را تبریک میگیم با 30 سال مظفریت ها، 30 سال کامیابی ها، تنجی و سایشتگی روزگارمان شکرگزاری میکنیم. مبارک باشد 30 سال استقلالیت هموطنان عزیز.